خب خوش اومدین. امیدوارم که تا الان راضی بوده باشین. صحبتی که داریم در مورد دلایل اقبال، ازدیاد اقبال رو بگیم که حالا محبوبیت بیشتر کلا انیمه و مانگا هستش. حالا در مورد ایران هم صحبت می‌کنیم ولی خیلی روند کلی‌تری رو بخوایم اول بهش برسیم که تهش برسیم به اینکه حالا چه اتفاقاتی افتاده، چرا اینطوری شده و نهایتاً چی احتمال داره که جلوتر بشه و اینکه دلایلش هم یه صحبتی در موردش بکنیم. فکر نکنم خیلی نیاز باشه ولی اولا باید اسلاید رو عوض کنم. صحبت اولی که داریم اینه که انیمه و مانگا چیه؟ که خب حالا اولین چیزی که به ذهنتون میاد وقتی کلمه انیمه رو میشنوید خب انیمیشن ژاپنی. خیلی حالا به بازی شناسیش اگه برید نگاه بکنید میبینید که خود صنعت انیمه تونسته به جایی برسه که خب برای مثال شما الان انیمه رو که میشنوید میدونید که انیمیشن ژاپنی در موردش صحبت میکنن و یه بچه تمایزی قائل شده، یک روحی انگار خود این کلمه پیدا کرده، در حالی که مثلا شما نمیدونم انیمیشن کشورهای دیگر رو بشنوید شاید اونقدر براتون یک کلمه استفاده بکنن واسهش، چون کلمه‌ای ندارن و یک کلمه بگیم به لوکال هم داشته باشن، محلی هم داشته باشن، شما نمیشناسید. یعنی مثلا میگم به یک زبان دیگه، زبان آلمانی بگم مثلا انیمه رو انیمیشن رو چطوری صداش میکنن، شما ممکنه که خیلی متوجه نشید. دلیلی هم که داره اینه که خب ژاپن خیلی بگیم که هم سرمایه‌گذاری کرده، همین که بنا به دلایل مختلف حالا فرهنگی باشه، بنا به مختلف حالا دلایل تاریخی باشه، بنا به این باشه که بلند مدت رو این سرمایه‌گذاری شده، وقت گذاشته شده و حالا اون جذابیتی که داره و جذابیت بیشتری هم که پیدا میکنه به جایی رسیده که شما انیمه رو که کلمش رو میشنوید مستقیما میدونید که انیمیشن ژاپنیه، یعنی یک روحی پیدا کرده. در مورد مانگا حالا توضیح خیلی زیادی نمیخواد و این من اشاره ریزم بکنم که اگه جایی سوالی چیزی داشتی دستتون رو بلند می‌کنید و حتما بپرسید، چون جوری نباشه که مثلا هم خوابمون بگیره برای بذارید، یعنی راحت باشید سر این مسائل. یک چیزی که من یادآوری بکنم، انیمه و کارتون هم یکی هم. این رو اگه جایی شنیدید ناراحت نشید، اینا هیچ فرقی با هم ندارن، ولی حالا کاری که انجام میدن اینه که مثلا بگیم که داخل در ایران برای مثال وقتی میگن انیمه کارتونه یه بار منفی با خودش داره، یعنی متوجه هم چرا کسی باید ناراحت بشه ولی از لحاظ لغوی کاملا دارن حرف درستی رو میزنن، شما دلیلی نداره بهتون برمیخوره یا هرچی. و مسئله که پیش میاد اینه که همه اینها رو هم در نظر بگیرید، یه شناخت دقیق‌تری از خود بگیم که کلمات رو از واژگان به شما اجازه میده که بتونید بهتر بشناسید که بعد حالا بریم یه بیس داشته باشیم بریم سراغ بقیه قضایا و اینکه اصلا کلا به قولی چی شده که اقبال بیشتر شده. اجازه بدید من از استفاده همه اینا رو گفتیم در نهایت، ولی باز اومدیم انیمه انیمیشن رو گوشتیم کنار هم دیگه. چرا این کار کردیم و چرا الان این اعتراض که سیمپسونز یه اشاره هم داره به اسپریتد اوی، سمت چپ هم که چینسا من و پوچیتا رو گذاشتم خب چون سگ کلا موجود خوبیه، پوچیتا هم شبیه سگ بودش. مسئله که اینجا هستش اینه که تفاوت‌های استایلیشش هم شما میتونید ببینید، تفاوت بگیم که همون بصری، همون حالت اولیه که می‌بینیدش. شاید اینکه ما بگیم که انیمه و مانگا به ما اجازه میدن که یا بهتر بگیم به خالقش اجازه میدن که خیلی بیشتر آزادی عمل و خلاقیت داشته باشه تو کاری که داره انجام میده، یکم ساده انگارانه باشه، چون خب انیمیشن همین رو داره دیگه، ادبیات مکتوب دیگه همین رو دارن، یعنی صرفا برای انیمه نیستش. چیزی که موفق شده ژاپن با انیمه، الان این یه پاز اینجا برمی‌دادم، یه موفقیتی که ژاپن کسب کرده با قول انیمه و مانگا اینه که یک استایلی رو به قدری محبوب شده و شناس شده که شما وقتی می‌بینید همون اول متوجهش میشید، یعنی انگار که یک برندسازی انجام شده که برندسازی هم از مهمترین اصل‌های بگیم که شناس کردن یا باعث شناس شدن یک محصول حتی هستش، یعنی این کاری که انجام دادن برندسازی رو انجام دادن. حالا این یه اشاره بود، فقط بحثی که هستش اینه که اگه دقت کرده باشید انیمیشن و انیمه دنیا، یعنی مثلا حالا وقتی انیمه میگم باز من اشاره می‌کنم منظورم دقیقاً انیمه تو ژاپن هستش.
انیمه‌های ژاپنی هستش. انیمیشن هایی که هستن خیلی اون شناس بودن رو ندارن. یعنی برای مثال شما انیمیشن سیمپسونز رو می‌بینید، حالا سیمپسونز خیلی آیکونیکه، حالا اینم در نظر داشته باشید، ولی شاید درست نتونید بگید که این از کدوم کشوره، این از کجاست، ولی انیمه رو که می‌بینید میگید خب این مال ژاپنه طبیعتاً. اون برندسازی خیلی دقیق بوده که انجام شده. حالا یه سری از آمارا رو باید نگاه بکنیم با هم دیگه که این مال دهه‌های پیشین هستش و این چیزی که دارید، این گرافیک که رو صفحه دارید می‌بینید، میزان و اندازه و بگیم که بزرگی صنعت انیمه در ژاپنه که تا سال 2009 شامل میشه. می‌بینید که یه پرش خیلی زیادی داشته از 1985 1990 و یکی از دلایلی که چرا اینا رو داریم نشون میدیم، چون یکی از دلایلی که اینقدر محبوب شده و اینقدر بگیم که محبوبیتش هم داره زیادتر میشه اینه که با یک صنعتی بگیم که پشت انیمه و مانگا قرار گرفته که صنعت پرسودیه و این صنعت وقتی که پرسود باشه طبیعتاً سوق میده به سمت تولید آثار بیشتر و یکی از عواملی میشه که خودش در کنار برندسازی، در کنار حالا خلاقیتی که هستش، در کنار این هم نباید ما فاکتور بگیریم که افراد بگیم که خیلی چه بهش میگن حاضری بودن که باعث این جریان شدن. شما بخواید از کنتارو میورا بگیرید که برزرگ درست کرده، بخواید از حاجی میسایما بگیرید که خیلی شاید محبوب تر کرده، بخواید برید شاید سراغ های کیشیموتو. بالاخره اون صنعتی شدن در کنار وجود افراد بسیار بسیار حاضر هم باعث این وضعیت شده. یعنی آمار دیگری هستش که من نوشتم دهه‌های پیشین تا 2010 2009 که اشتباه کردم، چون تا 2016 می‌رد کرده باشین. اینجا یه بازی خیلی مهمیه و الان هم متوجه میشید چرا دارم بهتون دیتا نشون میدم بیش از هر چیز دیگه. ببینید 2014 2015 2016 که دارید می‌بینید که خیلی بیشتر افزایش پیدا می‌کنه. این آمار هم سودآوری صنعت انیمه هستش در ژاپن. دلیلش این هستش که زمانیه که سیستم‌های یا بهتر بگیم پلتفرم‌های استریمینگ انیمه و برای خوندن آنلاین به طور قانونی مانگا مثل کرانچیرول، حالا برای انیمه بخوام بگیم شویچ پلاس اینا که بودن، حالا شویچ پلاس جلوتره، الان نیستش، ولی اونجا سرویس سیمولکست بهشون میگن، اونجا پدید اومدن و از اون حالت دانلودهای غیر قانونی یا بگیم که خیلی نیش بودن شروع کردن در بیاد انیمه. فرای اونم خیلی آثار خوبی تو این بازه 2000 تا 2012 2011 اومدن که میخواد دسکتاپ نمیتونیم بهش اشاره بکنیم یا دفترچه مرگ میشناسید که خود اون هم شما، من مثالش رو بزنم، زبان اسپانیایی گویش‌های مختلفی داره، خیلی فرقی نداره. یعنی شما اسپانیایی مکزیک با اسپانیایی ونزوئلا همو میفهمن که چی دارن میگن، اما این اصلا انقدر بگیم که پاپولار شده بود، محبوب شده بود که کاری که انجام دادن این بوده که برداشتن 3 تا یا 4 تا دوبله اسپانیایی مختلف ازش درست کردن اگه اشتباه نکنم، یعنی با گویش‌های هر کدوم از این کشورها. و خود آثار هم ما نمیتونیم فاکتور بگیریم که چقدر اهمیتش توی این میزان از بگیم که محبوبیتی پیدا کردش، ولی نمیشه از اون برم فاکتور گرفتیم واقعیت رو که اگه کرانچیرول و امثالمون نبودن هم به اینجا نمیرسیدیم که الان اینقدر محبوب شده باشه از یه چیزی که یه زمانی حتی بعضا مسخره میکردن خیلی ها میدیدن به یه جایی برسه و به یه سمتی بره، شما دیدن به قول انیمه، خوندن مانگا به یه سمتی بره که دیگه شما بتونی برای مثال یه تیشرتی بپوشی حالا که یه نقشه‌نگاری مثلا داره یه کاراکتری دوست داری روشه و خیلی شاید اهمیت ندی چون از اون اقلیت خیلی در اومدی دیگه تو حالت نیستش و این کل دنیا رو شامل میشه، فقط اصلا دنیا رو نگاه می‌کنه، ایران هم اینطوره. تا اینجا سوالی داشتید؟ یا براش چهارچوب جغرافیایی هم ذهنمون بسنده بود مثلا این باید مثلا مال ژاپن باشه، چون می‌بینیم که الان توی این چند سال اخیر ادپتیشن‌های زیاد اومده حالا به اسم انیمه کاستلوانیا چه می‌دونم آیا ما به اینا میتونیم بگیم انیمه فقط به صرفا به خاطر اینکه حالا شباهت ظاهری یا اون حساب چی میگن وقتی می‌بینیم می‌فهمیم انگار همونه یا نه، چون به حساب اون فاکتور جغرافیایی رو نداره نمیتونیم بشه. خب این سوال خیلی خوبی بودش. چند تا بعد نگاه بکنیم. اولی که تعریفات چقدر واسه مهمه. یعنی خب شما میتونید بگی که آقا هر چیزی که من حالا رایج ترین
یه چیز رایج‌ترش هم من پشتش میاد. ولی مثلا شما زمانی که انیمه می‌بینی، یک انیمه می‌بینی مثلا کسلوانیا رو می‌بینی یا آثار نتفلیکس رو می‌بینی، دو تا موضوع وجود داره. یک سریشون عوامل پشتش باز هم ژاپنیه و چیزی که دارن کار می‌کنن شاید اصلا ژاپنی نباشه، ولی اون ژاپنیزه شدن است که شاید بگید تا یه حدی اسیمیلیت کرده اون اثری که دارن کار میکنن. حالا حتی مثلا کسلوانیا که اثرش من فکر نکنم که ربطی به ژاپن اصلا داشته باشه یا ژاپنی باشه کلا، ولی کسانی که توی پروداکشن بودن هم ژاپنی ان. ولی حالا واقعا مهمه که مثلا میگم این لیبلینگ رو انجام بدیم یا نه، اون یه بحث دیگه است. شما میتونید بگید من هر چیزی که دیدم که با آرت استایل بگیم که حالا انیمه‌ای باشه من اون رو مستقیما میخوام مثلا انیمه فرض کنم، چون میگم چون خود انیمه هم به واسطه اون روحی که پیدا کرده و برندسازی که شده الان یک چیز جدا شده، یک شاخصه جدا شده، مثلا شاخه جدا شده، یک مرزبندی دقیقی هم نداره که مثلا بگیم مثلا نیست که بگی شما فیلمیه که شما داری فیلم برداری میکنی ولی از اون ور شما چیزی که داری مثلا انیمیشن، اونا خیلی مشخصه توی سری تصویری که کشیدن کارتون مثلا انیمیت میشه، ولی خب اون یکی بازیگر واقعی داره یا نداره، ولی تصاویر واقعی، یعنی اون بگیم که مرز خیلی وجود نداره. ولی خب سوال خوبی بود خیلی. این هم بازم یه سری از آماریه که داریم آمار جدیدتره و دلیلی هم که داره این بازم اون میزان اون سایز بگیم که صنعت انیمه ژاپن هم هستش. باز هم دارید میبینید از اون سالهای 2014 2015 به خاطر به وجود اومدن این سرویس‌های استریمینگ خیلی اصلا صنعتش هم بزرگتر شده، چون محبوب‌تر هم شده. یعنی دو تا عامل که همدیگه رو پوش میدن و هول میدن جلو، اما محبوبیتی که درست میشه به واسطه اینکه بیشتر در دسترسه، هم در دسترس بودنی که به واسطه محبوبیت بیشتر میشه. چون شما وقتی که برای چیزی تقاضا تقاضاست، شما وقتی که تقاضا برای زیاد باشه بیشتر عرضه می‌کنی و نتیجه همین چیزی میشه که ما الان داریم اینجا می‌بینیم. و تو بلند مدت هم با وجود آثار مختلف و اتفاقایی که داره میفته این مارکت رشد خواهد کرد. مثلا اینکه یک چیزی رو هم در نظر بگیرید که خیلی ساده است وقتی این سرویس‌های استریمینگ میان بر پایه اینترنت برای شما. حالا من در مورد ایران آخرش صحبت می‌کنم، میدونم چون خیلیاتون الان دارید فکر می‌کنید سرویس استریمینگ چقدر اهمیت داره، چه چیزی داره، اون باشه آخرش، اون رو دقیقاً بهش میرسیم. ولی شما وقتی که یک نوع مدیایی هستش که داره از اون حالت نیشش در میاد، معروف و معروفتر میشه، محبوبتر میشه و هر ژانری که بخواید هست، هر جوری که بخواید هست، چه مانگا چه انیمه، یعنی شما سلیقتون هر چیزی که باشه بالاخره پیدا میکنید یه اثری که باهاش کنار بیاین خوشتون بیاد و سرگرمتون بکنه. نتیجه میشه اینی که دارید میبینید. حالا یه سری پیش بینی برای آینده هست. ببخشید خیلی دارم بهتون آمار نشون میدم چون خیلی بر پایه آمار اتفاقاتی که افتاده، با اینکه حالا خود اون آثار مختلف، چون مثلا این فلان اثر اومده برای مثال اتک تایتان یا موشی اینوکیو جین یکی از، یا خود ناروتو، اینا دو تا از اثرهایی که خیلی محبوبیت انیمه رو کلا بگیم که مین استریم شدنش رو بالاتر بردن. اثرهای دیگه مثلا بلیچ هم همینطوره، وان پیس هم همینطوره، حالا با اینکه دیون استیر هم هست که مثل یایگام هستش عجله موسوسکار هم هستش و اتفاقا یه چیزش هم اونجاست، یه کالکشنش هم اونجا آوردن که ببینید جلوی این دوستمون اونجا هستش. دقیقاً اینو نمیشه فاکتور گرفت، تماشا صحبت می‌کنیم، ولی خب گفتم اول آمار رو ببینیم، بعد از اینکه آمار رو دیدیم به این مسائل بیشتر بپردازیم. این مسائلش این یه پیش بینی هستش. این مارکت آمریکاست. چرا مارکت آمریکا رو آوردم؟ چون خب مارکت بزرگیه و مارکت ژاپن هم نیست که بگید فقط برید خود ژاپن رو نگاه می‌کنید. هم گلوبالش رو دیدیم، هم ژاپنش رو دیدیم و اینم الان به قولی مارکت آمریکاست. و پیش بینی که میشه یک سری عدد و ارقام خیلی بزرگیه برای 20 که دارید می‌بینید که البته من اینجا دارم نگاه می‌کنم نمیتونم بخونم، در نتیجه مجبور ببینم. این منم نتونستم بخونم. من بذاریم چیز بشه، بذاریم من یه کامل اسلاید بعدی. پیش بینی که کردن اینه که برای سال 2030 حدود 50 میلیارد دلار مارکت انیمه باشه. این اندازه‌ای که پیش بینی براش شده که خب رقم خیلی بزرگیه. این برای مثال شما حالا تو ایرانی طبیعتاً قضیه 6 میلیارد دلاری که آزاد شده و میگن آزاد شده فلان و اینا صحبت میشه شنیدین. این 50 میلیارد ارقام کوچیکی اصلا نیستش، چیزی نیستش که بتونیم بگیم میشه به قولی فاکتور گرفتش.
تا اینجا سوالی داریم یا ادامه بدیم بریم بقیه‌اش؟ حالا یه سری دلایلی که سر اقبال بیشتر که در موردشون کم و بیش صحبت کردیم، محدودیت کمتری دارن در خلق آثار که خب انیمیشن هم این رو داره، ولی نتونستن حالا غیر از چند تا مثالی که براتون شاید به ذهنتون بیاد، انیمیشن های خوبی درست شدن ولی به اندازه انیمه اونقدر محبوبیت ها نیستش، در حالی که مارکت بیشتری هم داشتن و بگیم که از اولش هم مینستریم تر بودن به واسطه اون بک‌گراند رو بگیم که اون وجود میگم اون عادتی که مخاطب داره به انیمیشن های دیزنی و انیمیشن های جاهای دیگه. ولی خب انیمه واسطه برندسازی که کرده و اتفاقاتی که افتاده الان این عنصر خلاقیت رو بهتر تونسته روش مانور بده و به اینجا برسونه که ما الان حتی مجبور شیم راجعش صحبت بکنیم. حالا مجبور که نه، در مورد صحبت بکنیم که چقدر این دلایل اقبال و میزان افزایش بگیم محبوبیت برای چی بوده. یه مسئله ای که هستش صنعتی شدن انیمه و مانگاست که در مورد صحبت کردیم. من نمی‌خواستم تیتروار صحبت بکنم واسهتون، گفتم یه جوری باشه یکم فلویدتر باشه. این بحث صنعتی شدن انیمه و مانگا خب خیلی تاثیر داره. وقتی که یه چیزی تبدیل به صنعت میشه، البته یه سری مشکلات هم داره که در مورد صحبت بکنیم. وقتی یه چیزی صنعتی میشه طبیعتاً به شما اجازه میده که، یا بهتر بگیم شما رو هول میده به سمت اینکه بیشتر روش وقت بذارید، بیشتر دنبال بگیم که ادب کردن انیمه‌های بیشتری بدید، مانگای بیشتری چاپ بشه، چون اینجا مثلا بیشتر وقت بذارن، شویشا و خداشا اینا همشون بیشتر وقت بذارن و نتیجه چیزی که الان دیدیم یه سری مشکلات داره. شما الان هر فصل انیمه ها رو که نگاه بکنید، متاسفانه من میگم خیلی از آثاری که ساخته میشه، متاسفانه از بگیم که چند دید هنری بفهمید، خیلی از آثاری که ساخته میشه صرفا ساخته میشه که برای مثال اکشن فیگورای ویدیو رو بفروشه، لایت ناولش بیشتر فروش بره، لایت ناول رمانش باشه، مرچندایزش فروش بره، یعنی فقط سود و زیانش مهم میشه و این خوب نیستش. حقیقتا از ضربه میزنه، یعنی مینستریمش میکنه ولی ضربه میزنه، شمشیر دو لبه است و اون کاریش هم نمیشه کرد، چون همون عواملی هستش که از عواملی هستش که باعث بگیم که محبوبیتش هم داره میشه. برای همین است که شما چون که ژانر خیلی محبوب الان ایسکای هستش، ایسکای هم میشه شما اصطلاحا میگن تراکون ماشین میزنه به پرتش توی دنیای دیگه سری دیگه باشه. یکی از دلایلی که محبوب شده به خاطر اینه که خیلی مرچندایزش میفروشن، خیلی سودآوری روش میتونن انجام بدن. برای همین شما انیمه هایی میبینید یه فصل ساخته میشه و اصلا کاری بهش ندارن دیگه، اصلا سراغش هم نمیرن، درست میکنن گذر میکنن، ما نگاه میکنیم بهشون میخندیم، یعنی چیزی بیش از این نداره. بعضی از آثار اصلا یادمون میره که وجود دارن به خاطر اون صنعتی شدن است. یعنی یک شمشیر دولبه است که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، که خب جفتش هم هست، نمیشه صرفا بگیم خیلی دیدگاه توتالیتاریان داشته باشیم بهش. در هم‌تنیدگی المان‌های فرهنگی ژاپن و آثار هستش. خب ژاپن که خیلی خوب حفظ کرده و روش مانور داده، فرهنگش هستش، اینا همه میدونیم. الان هفته فرهنگی ژاپن هم از شما اینجا اگه خوب حفظ نشده بود، خوب روش مانور نداده بودن، اینجا نیومده بودید طبیعتاً. و اینو من یک تبصره اصطلاحش اضافه بکنم که خیلی از آثار اونقدر اصلا چیزی از فرهنگ ژاپن توشون نیست. برای مثال اتک تایتان چه المان فرهنگی هایپر اتک هم خوابیده، ولی جدی چه چیزی داره، چه مثلا المان فرهنگی مثلا تو اتک تایتان هستش، یا مثلا از اون بر ناروتو مثلا توش هست، وان پیس هست، آثار دیگه هستن. یعنی یکی از آثاری که من خودم دوست دارم مانگاست، اویاسوی پومپون یا شب بخیر پومپون، بودای پومپون. چه شاخصه فرهنگی ژاپنی توش هست نیست، ولی به واسطه اینکه خیلی از آثار اومدن به واسطه در هم تنیدگی این فرهنگ ژاپن و خود حالا بگیم که افراد حاضری که بودن و هستن نوشتن، خب ملت دوستن. یا چه انسان الان مثلا چه المان فرهنگی توش هستش. بله اونم المان فرهنگی اون چیز یونیورسال هم خیلی داره چیز نیستش. اینا رو صحبت کردیم، دیده باشین چند تا مثال هم گذاشتیم. دقیقا هم قصد پومپون الان می‌خواستم انجام بدم که خب انجام دادیم و میتونیم کم کم وارد بحث ایران بشیم. باید وارد بحث ایران بشیم. الان ببینید یه مسئله‌ای که ما داریم، خب الان به دلایل نگاه بکنید، طراحی شخصیت هنر بصری که خب هست همه جا صادقه، آسانی دسترسی و پخش بین‌المللی هست، ولی متاسفانه داخل ایران نیست. یا بهتره بگم شما میتونید حداقل، حالا در مورد صحبت می‌کنم الان من به این نرسم،
فرصت ها مشکلات هم که خب همون بحث صنعتی شدن و مشکلاتی که ایجاد میکنه بودش که حالا شما یک هنری رو به صنعتیش بکنید و صنعت محورش بکنید چه بلایی ممکنه به سرش بیاد. صحبت کردیم خیلی دور خودمون نجات. اما حالا برسیم بحث ایران. شما الان افرادی که اینجا هستین فکر می‌کنید چه تغییری کرده توی مثلا 10 سال اخیر؟ من این هم اضافه بکنم که کرونا کلا خیلی کمک کرده محبوبیت انیمه و مانگا تو کل دنیا. شما تحقیقات مختلف هست که اینو نشون میده. ولی الان شما برای مثال تو ایران چند سال اخیر چه روندی دیدید؟ فکر می‌کنید روند کلا فکر تغییر نکرده؟ خیلی بیشتر شده. خب بیشتر شده، ایشون میگن نشده، ایشون میگن شده. بقیه‌تون چه نظری دارید؟ بیشتر شده یا نشده؟ پیشرفتی نه، اصلا بحث این نیستش، بحث اقبال و به قولی بگیم که محبوبیت بیشتره، وگرنه یعنی بحث چیز نیست. اصلا نداشته بودم. خب اینا خودشون هم مشکل زان به خاطر اینکه حالا هم خوب مثلا فرصت و مشکل هایی که ما اینجا داریم. حالا ایران به واسطه شناختی که همه ما حالا از کودکی داریم و نسل‌های قبلا داشتن، قبل‌تر هم داشتن با کلا انیمه مثلا سوباسا رو همین دیدن. ممکنه ندونن که انیمه از دختر در مزرعه رو دیدن. تنها بود فکر کنم اشتباه نکنم. آنچلی رو دیدن. فوتبالیستا رو دیدن. همه دیدن دیگه. همه ولی اکثرا نمیدونن انیمه است. و خیلی اصطلاحاً اون اصطلاح چی بودش؟ کارتون ژاپنی. این چیزی که حالا خیلی عامیانه ما بخوایم این رو خیلی استفاده میکنن برای خیلی شاید بعضی وقتا برای کوبیدن استفاده بشه. ولی خب خودشون مردم ما کانسیومر هستن، مصرف کننده حالا مانگا در اون حد نه، خیلی جدیدتره ولی انیمه هستن. و خب الان مسئله دیگه ای داریم، مثلا شاپ و این آنلاین شاپ‌هایی که اضافه شدن هم الان با اینکه دارم مثال میگم شما انیمه و مانگا بخواید ببینید خب احتمال میدم 99% از مسیرهایی میبینید که خب رسمی نیست. چند تا دلیل هم داره. یکی دلیلش اینه که حالا بحث تحریم و اینا هستش، ولی شما اگه کسی باشید که اومدین به قولی که میخواین حالا خیلی میگم خاکستری جریان، یعنی نمیتونید مثلا بگید چرا اینطوری میکنید چرا نمیکنید. درستش اینه که آدم حق نشه احترام بذاره. ولی برای مثال شما میتونید در کنار این کاری که میکنید حق اشتراک کرانچیرو رو بخرید که حداقل دیگه یه کمک ریزی کرده باشید. ماهیانه است، قیمت خاصی هم نداره. مشکلی که ما داریم اینه که کپی رایت تو ایران جا نیفتاده. الان این شاپ‌هایی هم که داریم، شاپ‌هایی که هستن هم خب کپی رایت ندارن. یعنی مثلا مانگا چاپ میشه، خب مانگا کپی رایت نداره و اونم فقط تو ایران اتفاق میفته که شما بتونی بیای مثلا یه اثری که دیگر چاپ بکنی، ترجمه بکنی، طرف خبر نداشته باشه، روش منتشر هم بکنی، درآمد هم ازش در بیاری. و این مشکلی که ما داریم. حالا مثلا که پیش میاد و چیزی که هستش اینه که سفارت کتابخونه داره، میتونی شما برای مانگا نگاه بکنید، تایمش رو تشریف بیارید برای خوندن مانگاها. کتابخونه خوبی هم دارن، یعنی حالا میبینید، ولی کپی رایت ایران جا نیفتاده. یعنی ما اصلا از کل این چیزی که تا الان گفتیم، نمیدونم میزان بزرگی و نمیدونم کوچکی و فلان مارکت انیمه و مانگا، ما کلا اصلا خارج همه اینه، چون ما وجود نداریم مثلا تو کل مارکت. در حالی که یکم فرهنگ‌سازی اگه بشه شاید بهتر بتونیم هم دیتا بهتری در بیاد، هم بتونیم بهتر به قولی بگیم که ادای این بکنیم به افرادی که زحمت میکشن. ولی از دلایل بگیم که اون فاکتور بگیریم، اون مالتی سیمولکست استریم ها رو تو ایران یکی صدا سیما بوده، یکی بعد از کرونا خیلی بیشتر شدش، یکی همین شاپ‌هایی که در کمال یکم بگیم که پارادوکس داره جریان، شاپ‌هایی که خودشون دارن درآمدزایی میکنن که خب به خود اظهار اثر نمیرسه، خودشون دارن باعث میشن اون اثر و اون فرد بیشتر دیده بشه. حالا با اینکه چیز سودی هم به اون طرف نمیرسونه تنش. یعنی عوامل این اقبال مانگا و انیمه تو ایران خیلی فرق میکنه با بقیه دنیا که بخوایم
مقایسه کنید. طبیعتاً تاثیر داشته، کرونا تاثیر داشته، همون سرویس استریمینگ تاثیر داشته، همین که خیلی مثلا از میم های انیمه محور زیاد شده تاثیر داشته. شما مثلا ممکنه هیچ کانتکتی نداشته باشی، 4 تا میم می‌بینی خوشت میاد، میری میگردی ببینی کدوم مثلا بوده. ولی ایران کلا همیشه خیلی شبیه پارادیس اتکی، ما همه چی رو کلا هیچ چیزی با هیچ جا نداره از این لحاظ. حالا یه امیدی که هستش اینه که شاید بپرسید چطوری روز دارم میگم سعی بکنید که واسه تجربه آثارتون سراغ سایت‌های قانونی هم برید. برای مثال سایت مانگا پلاس که مال شوی شام هستش، وان پیس اگه دارید میخونید چپتر به چپتر میذاره، فریه و انگلیسیه، صرفا شما باید زبانتون رو اوکی بکنید. میتونید برید از اونجا بخونید و هیچ سابسکریپشنی هم نمیخواد، ولی خودش شوی شام گذاشته، شما ورود به اونجا دارید سودی بهشون میرسونید. سوالی دارید الان؟ صحبت نداری؟ خیلی هم خوب. امیدوارم که خوش بگذره بهتون امروز و روز خوبی هم داشته باشین و فعلا شب روز